امروز میخوام از یه رمان خیلی معروف آمریکایی باتون صحبت کنم. ناتور دشت از جی.دی. سالینجر با عنوان اصلی کچر این دی رای. هولدن به خاطر نمرات بد از دبیرستان خیلی معروفی تو پنسیلوانیا اخراج میشه و مجبوره که برگرده پیش خانوادهش توی نیویورک. 3 روز آخری که از مدرسه اخراج میشه تا برگرده پیش خانواده رو ما تو این داستان باهاش روبرو هستیم و بعد ما میفهمیم که داره داستان رو در واقع برای تراپیستش و در یک آسایشگاه روانی تعریف میکنه. هولدن کالفیلد نوجوانیه که طغیان کرده، عاصیه، از همه چی شاکیه، از همکلاسیاش، از مدرسه‌اش، دبیرستان، مسابقه بیسبالی که داره برگزار میشه، دخترایی که باهاشون ارتباط داره، سینما، از هالیوود، دیسکویی که میره، باری که توش رفته، از همه چی و همه چی، حتی از حواریون حضرت عیسی هم شاکیه. به نوعی اینو تلقی میکنن به صورت نمادین که نوجوانیه که عصیان کرده در مقابل هرج و مرج و اون مشکلات مثلا سیاسی و اجتماعی که اون زمان در آمریکا بوده. هولدن به دنبال یک معصومیت از دست رفته است تو جامعه و تنها نمادی که ما از معصومیت داریم خواهر کوچیک هولدنه به نام فیبی که تنها چهره و کاراکتر مورد علاقه هولدنه. ابتدای رمان و شروع رمان خیلی تاثیرگذاره و کاملا سالینجر توی چند خط در ابتدای رمان کامل این داستان رو داره به شما معرفی میکنه. هم شخصیت هولدن کالفیلد رو با همون چند خط به شما معرفی میکنه و هم تم داستان و لحنش و گویشش رو، ادبیاتش رو، همه چی رو از همون چند خط اول میتونید بفهمید. نکته مهمی که راجع به ناتور دشت هست اینه که خب شاید معروف ترین رمان آمریکایی باشه. چه از این رمان خوشتون بیاد، چه دوست نداشته باشید سبکش رو، باید بهتون بگم که خیلی کتاب تاثیرگذاریه. یعنی شما دارید یه زندگی روزمره رو میخونید با یه لحن خیلی عامیانه، خیلی عادی، روان و اتفاقا همین روونی متن و گفتاره که به شما کمک میکنه به کاراکتر اصلی نزدیک بشید. کاراکتر براتون خیلی باورپذیر میشه و انگار دارین با این زندگی میکنید. از اون کتاباست که هی دوست دارید باهاش برید جلوتر و به سختی میتونید بذارید زمین. اگر خیلی علاقه‌مند به ادبیات روس و فرانسه هستید، ادبیات کلاسیک رو، رمان‌های کلاسیک خوندین، اگر عاشق داستایوفسکی و تولستوی و ویکتور هوگو و بالزاک و امیل زولا و اینها هستی، من توصیه میکنم که ناتور دشت رو هم بخونید. با این فضای رمان‌های مدرن و لحن و ادبیات و نگارش روون و سطحی هم آشنا بشید. خیلی تاثیرگذارن. من فکر میکنم که لذت میبرید از خوندن این کتاب. سطحی که گفتم نه به معنی مبتذل، به معنی ادبیات عامیانه. فکر میکنم که لذت بخش باشه خوندن این رمان براتون.